يا مرحبا. في البرلمان الدولي كان ممثل البحرين مستاء ويستنكر الضربات الإيرانية على البحرين، ولكن بوجود الممثل الإيراني كان الرد بهذه الطريقة. فلنستمع معا. فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. اما در مورد بحرین سخنان بی‌ادبانه نماینده بحرین به گونه‌ای بود که گویی عامل امریکا، ایجنت امریکا و اسرائیل سخن میگوید. برای چه هدفی پایگاه پنجم دریایی امریکای تروریست را در بحرین مستقر کردید؟ شهر کوچک بحرین 3 میلیون متر مربع از این زمین رو علاوه بر امکانات فرودگاهی، هتل‌ها و غیره در اختیار امریکا قرار داده است. از این پایگاه به عنوان پایگاه پنجم دریایی امریکا علیه اهداف کشور ما